داملا، اگر آنهایی که مثلا هستند، اشخاصی هستند میگویند که عیسی و مادرش خدا هست، از قرآن ما چی دلیل آورده میتوانیم به آنهایی که چنین اعتقاد دارند؟ الله تعالی میگوید که ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. عیسی پسر مریم هیچ کسی نبود غیر از اینکه پیغمبر بود. یعنی از همه مرتبه بلندی که وی رفته رسید این پیغمبری است، از اون بالا نیست، همین قدر است. اوی به درجه الله نبرورید. قد خلت من قبله الرسل، از او پیشتر پیغمبران هم گذشته بودن. و امه صدیقه، مادرش راستگوی هست، مادرش یک بنده ایمانداری مرتبه بلندی، ایمان پیغمبر هم نیستن. خیلی که حافظ ابن حزم ظاهری الله تعالی رحمت کند به مریم پیغمبر اعتقاد میکردن، برای آنکه الله تعالی اومد که ما به مادر عیسی وحی دادیم دلالت می‌کند که پیغمبر است. این گپ خطا هست. اهل سنت و جماعت همین اعتقاد دارن که از زنها پیغمبر نیست. این وحی نه فقط به معنای پیغمبری میاد، چون که الله تعالی میگه که ما به زنبور عسل وحی دادیم، میگه یعنی به معنای الهام. به زنبور عسل ما الهام دادیم که وحی دادیم که رفته از درخت های گل ها چیند و تعریف کرد که یخرج من بطونها شراب مختلف الوان فیه شفاء للناس. از گل ها که رفته میچیند میده از شکمش یک شرابی میبراید که مختلف الوان و رنگ هاش گوناگون است. عسل سفید است در قرقیزستان مانند قیماق، عسل زرد، عسل سیاه، عسل سرخ، همه نمود رنگ هاش گوناگون است. فیه شفاء للناس، در عسل به مردم شفا است. ما به زنبور عسل وحی دادیم که از درخت ها رفته چیند گل ها را گفت. یعنی وحی دادیم همش معنی این که هر کسی که الله تعالی وحی داده پیامبر نیست. آخر وحی دادیم به معنی الهام دادیم، یعنی در قلبش همین اومد. خب خلاصه حضرت مریم صدیقه بودن، یعنی پیغمبر نبودن. بعد الله تعالی گفت که کانا یاکلان الطعام، اینو طعام میخوردن. گفت هر دوش. کانا صیغه تثنیه، یعنی دو نفر. کانا باشد یک کس در نظر دارد، کانا باشد دو نفره. کانا یاکلان الطعام. قرآن است برادران، برای خواندن به روح گذشتگان نیست. کانا یاکلان الطعام، این معناش فهمیدن در کار. دستور زندگی، قانونی بشریت همین است. قانون باید از عقل مردمی به عقل نباشد، قانون باید سخن الله باشد. کانا یاکلان الطعام، اینو طعام میخوردن. چه به این گپ گفت؟ طعام که خورد حاجت خانه میرد. الله پاک است از کاری بد و خودی طعام خوردن هم به الله تعالی این صفتی نقص حساب میشد. بعد الله تعالی گفت که انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. نگاه کن ما با اونها چقدر خوشرو میفهمونیم، لیکن اونها با وجود همین گمراه میشن. در سوره انعام الله تعالی گفت که قل اغیر الله اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم. بگو ای پیامبر مگر من از غیر الله برای خود دیگر خدا گیرم، دیگر کس پرستش کنم که ذاتی که آسمان ها و زمین ها را ساخته و آفریده است، من او را مانده دیگر کس پرستش کنم؟ و هو یطعم ولا یطعم. الله تعالی طعام میدهد و طعام داده نمیشد. الله تعالی به تمام مردم طعام میدهد، این صفتی کمال است، لیکن طعام داده نمیشد. الله تعالی از طعام خوردن پاک است، لیکن عیسی و مادرشان را ببینید، مخصوصا همین دو نفره گفت که کانا یاکلان الطعام، اینا طعام میخوردن. گفت یعنی منظور اینجا همین دو نفر کانا گفته شما کانا دو نفر، بله هر دو اینا طعام میخوردن. یعنی عیسی و مادرش طعام میخورد، خدا طعام نمیخورد آخر. بله. و اندیشه میکنم که دیگران نیز متوجه شدند، چون که بسیار ساده فهمانده دنبال